که تو ذهنتون نقش بسته رو بهش میگی. چه تصویری توی ذهن آدمیزاد میمونه؟ جدی و خوش بودن، خسیس بودن، گارد داشتن، صمیمی بودن، گوگلی مگولی بود، چه باهوش بود، نمیدونم چرا ولی خوشم نیامد بود و اینجور چیزا. خب حالا بیایم از اول بررسی کنیم. طرف توی دیدار اول بگو بخند بوده، یه آرامشی برسم یه داستانی درست کردم که این هواپیماش سقوط کرد و فوت شد و من اینجوری تونستم با خودم کنم چون گرد این از دستگاه آدمی که اون دوستش داشتم انقدر زیاد بود و برای خودم داستان تخیلی درست میکردم که بتونم بکشم بیرون از اون حال و هوای خیلی افسرده و ولی برای هیچ وقت نمیدونیم که این لحظه که این آخرین باری که بغل میتونیم بوس میکنیم یا خداحافظی میکنیم و همیشه سخته خداحافظی کردن. برای من بفرستید داستان خداحافظی رو خودتون و آخرین باری که خداحافظی کردیم و چه حسی داشت. لینک تلگرام شخصیمون زیر سخته ولی مامانم توی این 600 روز یعنی باورم نمیشه. یعنی اول با 2 سگم تصادفی توی بیابون دید و دید خیلی مریضن و تنه دارن. این مامان یه پسر بود و